سلام، صبحتون بخیر. من الهامم و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یه روتین یوگا رو انجام بدیم که کمتر از 10 دقیقه زمان لازم داره، اما کمکتون میکنه روزتون رو خیلی با انرژی تر و با تمرکز و آرامش بیشتر شروع کنیم. به هیچ وسیله نیاز نداریم، فقط خودتون و یه فضای بارون. بریم با هم اولین حرکت رو انجام بدیم. حرکت اول تاداسانا یا ماونتین پوز. پاها رو به اندازه عرض لگن باز کنید. کف پاها رو کامل روی زمین بذارید. احساس کنید زمین رو با کف پاهاتون. دست‌ها کنار بدن و حاکم دست‌ها به سمت روبرو. ستون فقرات صاف و کشیده. شونه رو یکم بدید پایین‌تر که گردن هم راستای ستون فقراتمون قرار بگیره. گودی کمر رو بگیرید. لگن به سمت داخل. دستا کنار بدن و چند لحظه کف پاهات ریشه‌ای به سمت زمین کشیده میشن و احساس کن. این وضعیت بهت کمک میکنه که برای چند لحظه به بدنت برگردیم، با سرعت نفس همراه بشیم و با زمین ارتباط بگیریم. شونه‌ها رها، چند لحظه چشمات رو ببند، یک دم عمیق 12. خودتون مثل یه نیرو استوار و محکم روی زمین احساس کن. این حرکت بهت کمک میکنه روزت رو با اعتماد بیشتر شروع کنی و تعادل بدنت رو پیدا کنی. بریم سراغ وضعیت دوم یا همون اوتاناسانا. دستاتو بکش به سمت سر، ستون فقرات صاف و کشیده، نگاه انگشت دستت رو دنبال کنه و بازدارن خم شو به سمت پاها. نگاه بیاد به سمت زانو تا که دستا روی زمین. اگر لازمه زانوهاتو کمی خم کن، اما در راحتی میتونی زانوهاتو آروم صاف کنی. روی شکمت رو به روی پات نزدیک کن. گردن رها. این حرکت جریان خون رو به سمت مغزت میاره و کمرت رو توی حالت استراحتی قرار میده. کشش رو پشت ساق مورد احساس کن تا جایی که میتونی توی حرکت عمیق شو. لگنت رو بفرست به سمت بالا، تاج سر به سمت زمین بیار تا جایی که میتونی دستان رو ببرن به کف دستان کنار پاها توی زمین بذار. اگر این وضعیت خیلی برای چالشیه، دستات رو روی ساق پات بذار، زانوها رو کمی خم کن، سینه بیاد روی رون پا، ستون فقرات صاف کشیده و سرت رو اینجا ببر. حالا بریم برای حرکت سوم یا کت هاوس. میریم به وضعیت تیبل پوز یا 4 دست و پا. دقت کنیم که زانو دقیقاً زیر لگن قرار بگیره و مچ دست دقیقاً زیر سنگشونه ها. شروع میکنیم با دم نگاهمون رو میفرستیم به سمت سقف، کمر برد، شونه از سینه دور، قفسه سینه به سمت روبرو باز بشه و با بازدم شونه به سینه نزدیک میکنیم، کمرمون رو گرد میکنیم و بازدممون رو به آرومی رها میکنیم. این حرکت رو 10 بار با سرعت نفس تکرار. دم نگاه به سمت سقف، قفسه سینه باز و بازدم شونه به سینه نزدیک، کمر گرش. برای حرکت بعدی لولانج یا آنجیوناسانا. توی این وضعیت زانوی مشتی روی زمین قرار میگیره. لگن به سمت روبرو میفرستیم، چرخش لگن رو میگیریم. لگن هم سمت راست و هم سمت چپ به سمت روبرو قرار میگیره. قفسه سینه کامل به سمت روبرو، تنه به سمت زمین نمیده. تنم رو به سمت بالا میارن تا جایی که میتونم عمود بزنیم. لگن موجود جایی که میتونم به سمت روبرو بریدم. این حرکت کمک میکنه که خشکی لگن در اقل صبح هممون باهاش دست و پنجه نرم میکنیم رو کمتر کنم. دستا رو میکشم به سمت سم، کف دستا به سمت هم دیگه، قفسه سینه باز، یه دم عمیق بگیر، باز دم جو طولانی رها کن، یه دم عمیق دیگه و بعد از این خیلی آروم از حرکت خارج میشیم. زانوی جلوی رو صاف میکنیم، پنجه ما فلکس و تا جایی که میتونیم خم میشیم به سمت پا.
این حرکت رو برای هر ساعت 5 بار تکرار. و حالا آماده میشیم برای آخرین عضو. وزنمون رو میخوایم به طور متعادل روی کف پای راستمون قرار بدیم. کف پای چپ رو داخل ساق پا یا داخل رون پا قرار بدیم. به هیچ وجه کف پا رو روی زانو نمیذاریم. پس کف پا رو هر جای که راحتی روی ساق پا یا روی رون پا قرار میدیم. اگر این وضعیت برنامه راحته میتونیم کف پا رو توی بالاترین قسمت رون پا قرار بدیم. دقت کنید که زانومون رو خل بدیم اول که با لگنمون توی یک راست باشه. زانو امکان بیاد جلو. زانومون خل بدیم به عقب. اون متمرکز شدن یک نقطه روی زمین تعادلمون رو خیلی بهتر میتونیم حفظ بکنیم. پس روی یک نقطه خیره بشیم، دستا بیاد جلوی هسته سینه، احساس کن مثل یک درخت در زمین ریشه بریم و شاخه ها به سمت نور حرکت میکنه. این وضعیت رو 10 ثانیه برای سمت دیگر هم امتحان کن. سعی کن بسته به توانایی و تعادلی که داری این حرکت رو هر روز طولانی‌تر امتحان کنی. یاد ببری که هر دو سمت رو تمرین کنیم. اینجا میخوام بهت یک حرکت بدم. توی وضعیت تعادلی هر چقدر تلاش کنی کف پات رو روی زمین احساس بکنی و شست پات روی زمین رو بزنی فشار بدی، پیدا کردن تعادل برات راحت‌تر میشه. خیره شدن به یک نقطه رو هم فراموشن. آفرین، شما الان متوسط از 10 دقیقه یوگا کردین و روزتون رو پر انرژی تر و با تمرکز بیشتر شده می‌کنین. اگر این ویدیو رو دوست دارین حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و هر روز صبح با ویدیوهای من تمرین کنین. منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی هم باشین. هر پیشنهاد یا انتقادی دارین توی قسمت کامنت برام بنویسین. مرسی از اینکه با من همراه بودین. امیدوارم که روزتون سرشار از نور، آگاهی و آرامش بشه. Namaste.